خبر مهم: بانک ابر بدهکار آینده که صاحبش مجتبی خامنه‌ای و مدیرش علی انصاریه رو با بانک ملی ادغام کردن. یعنی چی؟ یعنی یه بانک خصوصی که پر از بدهی، فساد و وامهای نجومی بود، الان چسبوندنش به یه بانک دولتی که خودشم پر از فساد مدیریتیه. نتیجه چی میشه؟ همه اون بدهی ها مستقیم افتاد رو دوش مردم. یعنی هر وامی که بی حساب داده بودن، هر پولی که دزدیدن، هر اختلاسی که کردن، الان قرار از جیب مردم جبران بشه. مثلا یه نفر تو بانک آینده میلیاردی وام گرفته و پس نداده، پولش رفته توی برج سازی و ماشین لاکچری، اما الان دولت میگه ادغام شده. یعنی بدهیشو مردم باید بدن، با تورم، با گرونی، با بدبختی. میفهمی یعنی چی؟ یعنی یه بانک خصوصی که با پول مردم قمار کرده، باخته و حالا جای این که جواب بده رفته زیر چتر دولت تا خرجش از جیب مردم در بیاد. سیستم بانکی ایران در رژیم جمهوری اسلامی شده یه لجنزار واقعی. بانک ها پول میدوزن، مدیرا میچاپن، آخرش هم فاکتورش میاد برای مردم. اسمشو گذاشتن ادغام، دقیقاً مثل دزدیاشون که دنبال یه اسم بودن و اسمشو گذاشتن اختلاس. سپرده‌گذاران ناراحت نباشند. تمامی پولایی که مجتبی خامنه‌ای و علی انصاری از شما بالا کشیدن و از این به بعد سپرده‌گذاران بانک ملی تاوان میدن. اینه بانکداری اسلامی رژیم دزد ملاها.